به نام خدا. سلام. گاهی اوقات لازم داریم که شماره گذاری فایل وردمون از صفحه اول شروع نشه. مثلا یک صفحه عنوان داریم، حالا یک صفحه فهرست هم داریم و شروع متن اصلی مقالمون از صفحه سوم هست. طبیعتا دوست داریم که شماره گذاری از صفحه سوم شروع بشه و اینجا به جایی که عدد 3 رو داشته باشیم عدد 1 رو داشته باشیم. برای این کار باید فایل وردمون رو به 2 تا بخش تقسیم کنیم و ارتباط این 2 تا بخش رو با هم قطع کنیم. خب صفحه دوم رو کلیک میکنم، از قسمت لیاوت، بریکس و نکست پیج رو انتخاب میکنم. الان فایل من 2 بخش شد. بخش دوم این فایل رو انتخاب میکنم و وارد قسمت پیج نامبرینگش میشم. اینجا یه گزینه داریم لینک تو پریویس، یعنی ارتباط به بخش قبلی. الان فعال هست، من غیر فعالش میکنم. بعد خیلی راحت راست کلیک، فرمت پیج نامبرز و میگم که شماره گذاری رو از 1 شروع کن. خب الان صفحه سوممون بود که شروع متن بود، از 1 شروع شد و در ادامه صفحه دوم. 2 صفحه اولمون رو هم خب طبیعتا باید شماره گذاریش رو پاک کنم که خیلی راحت این کار رو انجام میدم و چیزی که الان میبینیم صفحه اول و دوم شماره نداره و صفحه سوم شماره گذاریش از صفحه 1 شروع میشه. امیدوارم موفق باشید.